دوست نداریم خیلی راحت از این مرحله کنار بریم. یحیی گل‌محمدی سرمربی دسته فوتبال پرسپولیس ایران گفت رقابت با تیم استقلال دوشنبه در دور 8 نهایی لیگ قهرمان‌های آسیا برای شاگردان او چندان آسان نخواهد بود. اما با اشاره به نتیجه خوبی دستش در سالهای پیش و مخصوصا سال جاری، گل‌محمدی به برتری‌های تیم زیر رهبریش اشاره کرد. اون تجربه میتونه خیلی به کمکمون بیاد. تیم خوبی داریم، به تیممون ایمان کامل داریم، اعتقاد کامل داریم و میدونیم که همیشه مرد روزهای سخت بودن و امیدوارم که فردا هم یکی از اون روزهای خوب ما رقم بخوره. سرمربی تیم پرسپولیس باور دارد که شاگردانش نقطه‌های سست استقلال را می‌دانند، زیرا چند بازی آن را دیده و آموختند. همزمان مبین ارگاشев سرمربی تیم استقلال دوشنبه هرچند به نتیجه خوب در مقابل پرسپولیس امیدوار است، از شرکت نکردن دو شاگردش در این بازی نگرانی کرد. در مجموع خود تیم و بچه ها آماده هستند، اما متاسفانه در این بازی فوتبالباز اندری میشنکا و دروازه‌بان اساسی رستم یتیموف شرکت کرده نمیتوانند. درباره رقیبمان تیم پرسپولیس همین را گفتنیم که این کلوبی خیلی پرقوت است. فینالیست بازی‌های لیگ قهرمان‌های آسیا در سال گذشته می باشد. فینالیست прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов. بازی استقلال و پرسپولیس را حکمان از ژاپن با رهبری هیرویوکی کیمورا داوری میکنند. صبح‌الدین صالح از مالایزیا ناظر داوران و علیم عارفو از ازبکستان کمیسری بازی تعیین شدند. در تاریخ فوتبال تاجیک این مهمترین بازی به شمار می رود. استقلال اولین باشگاه تاجیکستان است که در لیگ قهرمان‌های آسیا اشتراک کرده و مرحله بعدی راه خط گرفته است. پرسپولیس باشد سالهای 2018 و 2020 در لیگ قهرمان‌های AFK به فینال راه یافته است.